شما امروز قرار صفحه دایرکت من و پولادو ببینین. سلام، قراره کلی امروز بخندیم توی فان تایم. برو بریم. امام حسن یا بگن یا حسن، یه جوری بگو یا حسن، مادرش کیف کنه. بگو یا حسن، بگو یا حسن، بگو یا حسن. ضربه رو برم چه بی تردیده، ضربه رو برم چه بی تردیده. خب یه غضب کنه زمین لرزیده، تو جمل چقدر سر و صدا شده، واسه چیه اینقدر ترسیده. تیلی به ضرب و لجلی. خب امروز قراره که تمام ویدیوهایی که من تو دایرکت برای پولاد میفرستم و به خاطر اینکه پولاد هیچ وقت دایرکتشو باز نمیکنه و میگه اکسپلورم خراب میشه با شما به اشتراک بذاریم. ببین هر چی ویدیوی سم نازنین پیدا میکنه واسم میفرسته از تو اکسپلورش. شما اینجوری نیستین. خب من فکر میکنم همه اینجوری هم دیگه، همه همین کارو میکنن. نمیدونم، بریم ببینیم چی هستش که من باز نمیکنم. ببینیم، میخوایم رو با شما ببینیم. صباح الخير. الحمد لله، صباح النور والسرور. كما تعرفنا نحن في مدرسة الإمام الصادق من أهدافنا الرئيسية تعليم اللغة العربية بصفتها لغة القرآن ولغة الدين الإسلام. فالآن أريد منكن أن تبدأنا المحادثة بينكما، يعني المعارفة وأيضا المحادثة بينكما. خیلی آسون عربیا، یعنی المحادثه و المعارفه بینکما. معارفه و محادثه بینکما اینقدر آسون بود عربی. آسونه. فعل الان مثلا الان، فی الان، بریم فی الان. و وقع ما وقع. نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ شكرا الحمد لله. كيف حالك؟ شكرا الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي هلما. ما اسمك؟ اسمي مهدية. هل أنت تأكلين دجاجة؟ نعم أنا أكل دجاجة. اسمك مرغ میخوری؟ اسمکی مرغ با آب آناناس میخورن. چرا؟ این چه ترکیبیه؟ مرغ و آب آناناس هم خوبه دیگه. سر کلاس عربی اون آب آناناسه. سر کلاس عربی مرغ و آب آناناس. مهنتك هدية زهرة؟ أنا تلميذة في مدرسة الإمام صادق. مهنتكم زينب؟ أنا تلميذة في مدرسة الإمام صادق. تشرفنا في أمان الله. تشرفنا فی امان الله. خیلی خوب بود. فی مدرسه تو امام صادق، یعنی همه چی قشنگ فارسیه، فقط یه فی و نمیدونم ال و اینا اولش میاد. و مهم اون مرغ و آب آناناس بود. مرغ و آب آناناس که ترکیب خوبیه. کره خوریه فکر کنم. آره دیگه. سر کلاس عربی کره خوری میکنن. این بعدی شوهر یه روزه نمیخوای؟ برو آقا جون، برو به صابون حلقت بزن. صاحبه زنمه، رفته به مادر مریضش برسه. امشب رو تو مهمون من باش. برو آقا جون، برو. ضرر میکنی یا؟ معجونی مثل تو همه طرفش فایده است. ضرر گفت. معجونی مثل تو؟ معجونه؟ معجونی مثل تو الان قربون صدقه است مثلا. چطوری ویتامینه؟ معجون کی بودی تو؟ معجون فقط جونش چیزه یه ذره شبیه. شاید چون جون داره. بپر بالا. مطمئنی؟ خودت خواستی یا؟ بفرمایید، خوش اومدید. چقدر اینا باحالن، چه قشنگن. جایزه بردی؟ تندیسای تئاترمه. قیمتی ها؟ یه 7-8 میلیونی میارزه، ولی اندازه جونم با ارزشم. بفرما. همین. اینو بزن گلو تر بشه، الان بساطم میچینم. بزرگوار یه ذره بیشتر میگشتید، یعنی دیگه به اولین یعنی کیسی که خوردی رفته بودی جلوتر، یه ذره کم سن و سالتر و نمیدونم. حالا آره، ولی حالا دیگه انقدرم قانع نباش بزرگوار. یه ذره بگرد، بیشتر تلاش کن. و اون تندیسه رو سر ولی از 5 تاش 10,000 تومان 12,000 تومان من دیدم، خودم دیدم اونا رو.
نمیای؟ مطمئنی؟ باشو بیا لبندی نکن. باشو بیا. سلام خوشگله، کجایی؟ ای تخم سگ، بردی؟ مفت چنگه، به تو جایزه اسکارم بدن کمه. ببین یعنی صفحه حوادث روزنامه ایران سال 75. بابا دیگه قدیمی شد دیگه، حالا دیگه یه ایده یه ذره خلاق باشین دیگه. آخه ولی واقعا اگه ایدز گرفته باشه چی؟ نه نگران نباشین. فیلمه تئاتریه، دوستمون تئاتریه، خیلی بازی زیرپوستی داره، خیلی جدی نگیر. بچه‌ها چون خیس خالیم لختم دیگه اینجا کلن چیز بسته. ببینید چی بهش میگن؟ ماشین داره میاد بزنه به من. بگردم زد به من. تو پارکینگ هم ماشینه داشت اومد عقب، فکرم الان میزنه طلاق به ماشین من. قدم گنده بود. آره دیگه لخ شدم، لباسم عوض کنم. خدا رو شکر لباس آوردم. سکسی شدم، هیچکی نمیتونه منو تو ماشین ببینه. با تشکر. انقدر تاکید نمی کردی لخت شدی لختی. حالا ما هم تو تصویر چیزایی خیس شدم لخت شدم اصلا چیز قشنگی نیست. هی میگی لباسم دارم. خدا رو شکر لباس داشت. اگه لباس نداشتی میخواستی چیکار کنی؟ چرا یه ذره به خودت مسلط باش. نکنین این کارا رو واقعا. چیه؟ چی بودین؟ یه سوال به من میخوره. یه سوال بدون دیدن صفم بگید به هم میخوره شغلم چی باشه. ایزی. همین تا همینجا بود. چرا اینجوری؟ چرا نصفه موند؟ رو همون برداشت دوم نصفه موند. چرا؟ نه اعتقاد ندارم. شارژش تموم شد. چرا پستش کردی اینو؟ حالا یه برداشت دیگه هم میرفتی دیگه، به خاطر ما راه دوری نمیرفت که دو تا برداشت بی خیال شد همونو گذاشت. نه کامل از اول تا آخر هم گذاشت، یعنی نکرد کار. آره حداقل چرا یه نگاه میکردی قبل از اینکه پست کنی اینو؟ بابا ما یه عکس میگیریم 10 باره به همه نشون میدیم مطمئن شیم همه خوب افتادن، خودمون خوبیم. نکنین این کارا رو. ما به خاطر خودمون میگیم ما که بتونیم بفهمیم شما چه کاره ای. از ما سوال میپرسی بتونیم جواب بدیم، چون من الان نفهمیدم چی شد واقعا. نفهمیدی؟ این درست نیست. من نبود. معلوم بود؟ نمیدونم. من نمیدونم. من واقعا نمیدونم. باید کام برداشت کنم. من میتونم بزنم. نه من حدسم نمیزنم. بعد ببینم که برداشت کاملش وقت گذاشت اون موقع میام حدس میزنم. بله. چند روز پیش که فهمیدم باردارم میخواستم شوهرم رو سورپرایز کنم ولی نمیدونستم چطوری، تا اینکه مادر شوهرم زنگ زد و گفت شب یلدا شام بیان خونمون، قراره واسه خواهر شوهرت یلدایی بیارن. منم یهو زد به سرم که شوهرم رو اونجا سورپرایز کنم، تا اینکه شد روز یلدا و صبح یه بیبی چک زدم و عصر حاضر شدم و رفتم خونه مادر شوهرم. وقتی خانواده داماد اومدن و یلدایی رو آوردن، مادر شوهرم بهم گفت کیکو بذار داخل یخچال بیرون بمونه آب میشه، بعد شام میاریم خواهر شوهرت کیکو ببره. منم با فکری که تو سرم داشتم زودی کیکو بردم داخل آشپزخونه و بیبی چک رو هم گذاشتم داخل کیک که موقع بریدن سورپرایز بشن. موقع بریدن بیبی چک گذاشت تو کیک؟ تو کیک یکی دیگه، یعنی کیک خودش هم نبوده، تو کیک خواهر. حالا یه روش دیگه میتونه سورپرایز بکنه. بعد اول به ذهنش رسیده سورپرایز بکنه، بعد یهو مثلا رفته گفت خب پس بذار یه بیبی چکی بزنم به بدن دیگه، یهو شاید هم گرفت سورپرایزم مثلا. چیز نبوده. خیلی دیگه بیبی چک میذارین، اون بیبی چک جیشیه. نه مگه بیبی چک رو جیش چیز نمیکنه. اونا که موقع کیک بخورن چه گناهی کردن تو میخوای سورپرایز کنی؟ مثلا کیک یکی دیگه
دیگه بوده، خواهر شوهره داشته عروس میشده. خواهر من میزنیم تو مراسم حداقل تو کیک خودت میذاشتی، فقط تو کیک شوهرت بذار، تو کیک یکی دیگه نذار. ای بابا خیلی بد، خیلی سورپرایز بعدی بود. کیک وقتی بیبی چکو دیدن همه با تعجب نگاه میکردن که من رفتم جلوی همسرم و گفتم بابا شدنت مبارک. یهو چنان سیلی بهم زد که گوشم زنگ خورد و بین اون همه آدم خراب شدم. خواهر شوهرم هم بین اون همه آدم بهم گفت خجالت نکشیدی کیکمو به نجس کشیدی؟ منم گفتم بیبی چک مال صبح و خشک شده. خواست کیکو بکوبه تو صورتم که من از اون جلو زدم و کیکو مالیدم به صورتش. فامیلای شوهرم هم به جای خوشحالی همشون عصبی بودن و طرف خواهر شوهرمو گرفتن. الان از شب یلدا شوهرم آورده گذاشته خونه بابامو، دنبالم نمیاد. آورده گذاشته خونه بابام. چه درام، اکشن درام شد دیگه آخرش دیگه. این زد تو صورت اون کیکو زد به اون و همه عصبانی و دیگه چیز شد. این تولد شد عزا. به عزا تبدیل شد. چرا اینقدر چیز سورپرایز چرا اینقدر نگرفت؟ یه جای کارش ایراد داشت فکر کنم. یه جای سورپرایزش مشکل داشت. غیر از این همه طرف خواهر شوهرمو گرفتن. به خدا ما هم طرف خواهر من هم اگه قراره کیک بخورم از توش بیبی چک. ما هم اگه قراره کیک بخورم ازش بیبی چک در می اومد. منم ناراحت می شدم واقعا. نکنیم کیک حرمت داره. نه لذت. کیک یکی دیگر رو نکنید این کارو توش. بیبی چک نکنید توش. یهو صورتم بهترین شفافیت. ببینید من صورتم چقدر زیباه، چقدر قشنگه. چون نه خائنم، نه پس فطرتم، نه ندر. هر روز قشنگتر از روز دیگه میشم تا دشمنام خوشحال بشن و ببخشید دوستام خوشحال بشن و دشمنام نابود، چشاشون حدقه در بیاد. امیدوارم هر کسی که به بنده زهرا پیری حسادت میکنه چشاشو حدقه بره جایی که باید بره. بهتره که هر کسی که حسودم عدق زندگیم بهترین زندگی رو دارم. یه نفر تنها راحت زندگیمو میکنم و هیچ کسی رو در کنارم راه نمیدم، چون کسی رو لایق خودم نمیدونم. موافق کل بزرگان زهرا پیری رئیس نیروهامم و بازرس کل جامعه تا دشمنام نابود بشن بترکن. و اینم خونمه، زندگیمه. عدق زندگیم خیلی مردن. هر روز پیشرفت میکنم تو زندگی، پیشرفت نمیکنم. میدونی چطور خائن نیستم، پس فطرت نیستم، حسود نیستم تا چا باشم. خدا رو شکر که راضی بود از زندگیش. اسم ایشون چی بود؟ این عزیز دوست داشتنی؟ تبلیغ میشه الان. همون یه بارو که اون فامیلیشون بود یا لقبشون بود؟ نه فامیلیش بود. خب یه ذره فامیلی بهتری انتخاب کنین. شما که انقدر اشتباه میکنید. نه شما که دشمن دوستای اشتباه میکنید یه اشتباهی به جای پیری یه چیز دیگه میذارید، خیلی بد میشه اون وقت. یه ذره مراعات کنید. بعد شما که انقدر با کمالاتی بازرس کل شهری، شما که انقدر پست و مقام داری، چرا فرق دشمن دوست اشتباه میگیری آخه؟ نه نداره، اشتباه لفظی بود دیگه، پیش میاد. ولی خوب راضی بود از زندگیش. ولی اصولا ما به این نتیجه رسیدیم که اصولا آدما به برداشت دوم و سوم اعتقاد ندارن. نه ما این حساسیم، فقط 10 تا برداشت میگیریم. حساسیم، همون اولی رو بذاریم کافیه. آره اصلا همون 2 تا 3 تا برداشت هم میذاریم. تنگشون میره دیگه. حله. نکته اخلاقی این فان تایم امروزمون بودش. به برداشت دوم و سوم نذاریم برسه. خب دیگه پس دیگه ویدیوهای بیشتری برامون بیار نازنه، اینجوری نمیشه. ویدیوهای بیشتر توی فان تایم‌های بعدی. آره از دفعه بعد ویدیوهای بیشتر، سمای بیشتر پیدا میکنم برای تو، دیگه نمیفرستم، فقط نگه میدارم اینجا با همه به اشتراک بذاریم. بچه‌ها لایک و کامنت یادتون نره، حتما سابسکرایب کنین. با فان تایم‌های پر انرژی تر و باحال‌تر حتما میایم. امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. مرسی ما رو دیدین. خدافظ. خدافظ.